خدای باید یه اعترافی رو بکنم، واقعا ولاگ گرفتن سخت، نه تنها ولاگ بلکه کلا ضبط ویدیو و تولید محتوا به خصوص واسه یه کسی که مثل من میمونه میره سر کار و میاد من سخته. دیشب تا ساعت 1 که پای ادیت ویدیو بودم، این که هیچ. هر بار اومدم ویدیو بگیرم تلفنم زنگ خورد و یکی بهم زنگ زد. نمیدونم دلیلش کدوم یک از این دو میتونه باشه. دو روزه که صبح خواب بلند میشم حال عجیب خیلی مریض بودن دارم، آبریزش بینی یه مقدار دارم و واقعا این خصوص این قسمت‌های بدنم خیلی درد میکنه. یکی از دلایل شاید به خاطر اینه که شب میخوام بخوابم، 2 شب تازه رکابی میپوشم میخوابم. یه دلیل دیگه‌اش که فکر میکنم این اصلی ترش باشه، تقریبا میشه 3-4 روز پیش تو تاریخ 29 فروردین رفتم و دوستم برای اولین بار تو زندگیم خون دادم و از این دسته امتحان کرد، دست سمت چپم نتونست بگیره، یه مقدار خیلی کمی خون از این ور گرفت ولی بقیه‌اش اومد از این طرف گرفت. شاید بدنم جنبه این همه از دست دادن خون رو نداشته. ولی کلا ساعت الان 7:15 صبح دوم 2/2/1403 هستش، روز دوم ولاگ. چون گفتم توی ویدیو دیروز من توی یه هفته که حالم هم زیاد خوب نیست نمیرم باشگاه تا بعدش برم برای ثبت نام باشگاه و اینا اقدام بکنم. فعلا فقط همون بعد از ظهر میرم میدوام، حالا یا با محمد یا با علی. میخوام براتون یه تا نکته جدید یاد بدم. برای دیدن نکته‌های جدید همراه من باشید. بریم تا نهار. یه لحظه همتون وایسید آقا، هیچ کس از جاش تکون نخوره. آقا شما هم نزن آقا. آقا نه ما بدبخت شدیم. بهش فرار کن. چی گفتم آقا؟ یه دقیقه نزن، من میخوام ویدیو بگیرم برای یوتیوب. ویدیو بگی؟ آره Run. سعی بکنید حتی اگه خجالتی هم هستید به نظر من برید تو پارک و ارتباط بگیرید با دیگران. به نظر من که بزرگترین نعمتایی که خدا میتونه به هر کی بده اینه که نعمت ارتباط گرفتن راحت با دیگران باشه. من خودم از اول یه مقدار خجالتی بودم توی ارتباط گرفتن، ولی الان کم کم به خودم کار کردم و سعی کردم که بتونم ارتباط خوبی رو با دیگران برقرار کنم. برای نمونه هم امروز میخوام توی همین پارک شروع بکنیم با ارتباط گرفتن با مردم. پس با من همراه باشید. سلام، خوب هستین؟ قربون شما. آقا من اومدم اینجا که با شما آشنا بشم و یه چالشی هستش که میخوام با دوستان جدید پیدا کنم و ارتباطاتمو گسترش بدم. خیلی عالی. اهل دودم هستی؟ نه اهل دودم نیستم. بکن چی؟ ها؟ نه آقا به خدا من میخوام فقط با شما دوست بشم. یا خب دوستان، نتیجه اخلاقی ما اینه که نیما رو که گور میگرفت همراه عمر دیدی که چگونه گور نیما گرفت. خلاصه سعی کنید با آدمای اطرافتون مهربون باشید، اینطوری به فنا نرید و اینکه همیشه شاد و پیروز باشید. اینجا ما از شما خداحافظی میکنم، انشالله که خب دوستان، توی ویدیو امروز بالاخره به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدوم از روش‌هایی که من بلدم کارساز نیست. پس بگردید روش خودتون رو پیدا بکنید تا مثلا به چوخ نرید. ولی حالا خارج از شوخی تشکر می‌کنم از علی دوست عزیزم که امروز به ما افتخار داد، همراهی کرد ما رو تو ویدیوها. تو ویدیوهای بعدی هم ازش استفاده می‌کنم به نفع هستن. یادتون باشه گفته بودم ولاگا و چالشی که من دارم براتون میذارم رو مختص این میذارم که هم حالتون عوض شه، هم روحیتون عوض شه، هم بهتون انگیزه بدن. امیدوارم که ویدیو امروز براتون تاثیرگذار بوده باشه. یادتون باشه که ما رو فالو بکنید، ساب بکنید و از همه مهمتر اینه که حالتون خوب باشه. دنبال حال خوب میگردی، بیا دنباله. بودو بیا دنباله. پای من نه. پای. Oh,